سلام به فالوورای عزیزم. یه سری دوستان اومده بودن دایرکت دادن که معتادا چطوری زمستون رو سر میکنن. اولندش که من معتاد نیستم، دویمندش ما هنرمندیم، مردم چشم ندارن ما رو ببینن اما میگن معتاد. و اصل مطلب این که چطوری ما زمستون رو سر میکنیم عزیزم. با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. آره دوستان، اینه داستان ما موسیقی کار میکنیم.